بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض والله لا يحب المفسدين. صدق الله مولانا العظيم. محترمین اعضای کابینه امارت اسلامی، مسئولین و منصوبین و مهمانان، خبرنگاران و همه حاضرین مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز جای بسیار خوشبختی هست که پارسالی با فاز اولی کابل جدید افتتاح بشد. یقینا یک پروژه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تاریخی خیلی حائز اهمیت است و این را به همه این ملت ما تبریکباد میگویم و امیدوار هستیم که آغازی از امروز افتتاح میشه و انجام خوبی هم داشته باشد. به هر حال بزرگان، مقررین پیرامون این موضوع صحبت‌های همه جانبه نمودند. ما نمیخواهم که صحبت به درازا بکشم، فقط یک چند جمله مختصری را میکنیم. یقینا چنانچه که شیخ ندیم سے اشاره کردن، مجاهدین مردم افغانستان دو مرحله داشتند که یک مرحله را پشت سر گذاشتند و یک مرحله که پیش رو دارند. مرحله اول تعبیر میکنیم که به مرحله تخلیه، مرحله دوم تعبیر میکنیم به مرحله تحلیه. تخلیه یعنی در برابر قوت‌های اشغالگر مجاهدین و مردم افغانستان جهاد مبارزه نمودند، قربانی دادند تا که در نتیجه با نصرت الهی و حمایه مردم افغانستان از لوث قوت‌های اشغالگر خالی ساختند و این مرحله پشت سر گذاشته شد و امروز مرحله بعدی پیش روز که مرحله تحلیه است، یعنی مرحله آبادی افغانستان، مرحله عمرانی افغانستان و مرحله شکوفایی افغانستان است. ما آماده هستیم مجاهدین کرام امارت اسلامی با تجارای ملی متعهد خود و با صنعتکاران متعهد خود و با متخصصین متعهد خود دست یک کرده دوش میکوشیم تا این افغانستان از این حالت با آبادی و شکوفایی برسانیم.